وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر بوستان از فعالیت کارخانه‌های واحد دولتی دوزندگی و پایافزالبراری اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شناسایی پیدا کردند. نخست پیشوای ملت از نمایش درختان آرایشی همیشه سبز و سایه افکن که در صحن کارخانه تشکیل کرده شد دیدن کردند. نامگوی زیادی نهال درختان آرایشی و سایه افکن که بیشتر آنها در خواجگی‌های نهادپروری اگنتی در حدود ولایت سوخت پرورش کرده می‌شوند به نمایش گذاشته شد. باید تذکر داد که کارگاه‌های دوزندگی و پایافزالبراری در جماعت شهرک پلاسی شهر بوستان با دستور سفارش‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد 16 نوامبر سال 2017 با اشتراک بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این کارخانه‌های 3 ساله افتتاح کرده شد. هدف از تأسیس کارگاه‌های مذکور تأمینات جزء و تام‌های قوه‌های مسلح مملکت با سر و لباس نظامی و با شغل دائمی تامین نمودن ساکنان خصوصا بانوان محلی می باشد. بنای کارگاه‌های 3 سال لباس نظامی و پایافزال با شرایط ضروری تامین کرده شده دارای دستگاه و تجهیزات معاصر می باشند. طبق نقشه در کارگاه‌های مذکور 3 سال لباس‌ها برای ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق پایافزال برای عسکران و افسران برآورده شده است. به سرور دولت اطلاع دادند که در کارگاه 3 سال پایافزال 50 نفر فعالیت می‌نمایند و در کارگاه دوزندگی باشد 150 نفر بانوان محلی به دوخت سر و لباس نظامی مشغول می‌باشند. سالی 4 است که در همین سیخ دوزندگی کار میکنم، کار به فعالیت میبرم. سیخی ما انجام های لباس های نظامی میدوزیم، در جای گرم کار میکنیم، با خوراک تامین. باید به جناب عالی که برای ما چنین شرایط ها را فراهم آوردن. ما قبلا خانشین بودیم، اکنون با جای کاری دائمی تامین میباشیم. کوشش میکنیم که در آینده به تمام جمهوری با لباس های نظامی تامین نماییم. در کارخانه ما اساساً به طور دستی و با صفتی بلند محصولات استحصال می شود. فعالیت کارخانه ما سال 2017 سر شده بود که با 15 نفر کارگر ما کار سر کردگی بودیم. 5000 جفت پای افزال استحصال می کردیم. در سال 2020 باشد 9000 جفت پای افزال استحصال شد. 100 دانه کمزال پشمین استحصال کردیم و 200 دانه کمربند استحصال شد. در سال 2021 ما عهده داریم که 15000 جفت پای افزال را استحصال نماییم. تشکر به جناب عالی که چنین کارخانه ها را تشکیل کرده اند. ما در اینجا کار کرده مزد مهنت گرفته زندگی خود را پیش میبریم. در برابر بانوان به دوخت لباس نظامی و پایافزالبراری سربازان نیز جلب گردیدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به محصولات استحصالی این کارگاه‌ها توجه مخصوص ظاهر کرده برای تامین کردن ساختارهای قدرتی مملکت با سر و لباس استحصال خودی در همه موسم‌های سال باز هم رونق بخشیدن فعالیت و افزایش حجم استحصالات دستور سفارش‌های مشخص دادند. به اطلاع مسئولان اقتدار 3 ساله کارگاه پایافزال 15000 جفت در یک سال بوده. در این کارگاه اشیاء خام اساساً از فدراسیون روسیه دسترس گردیده پایافزال با صفت چرمی استحصال کرده می شود. مسئولان نقشه دارند که در روند استحصالات محصولات خام را از کارخانه‌های وطنی دسترس نمایند و علاقه شهرنامه ها در این سمت بسته شدند. در کارگاه پایافزالبراری روند کار اکثرا دستی صورت میگیرد و متخصصان با استفاده از تجربه بلند افزال با صفت برای سربازان و افسران استحصال می نمایند. قبلا مال و موادی که عین حال در کارخانه واحد دولتی دوزندگی و پایافزالبراری اگنتی استحصال می شوند پوره از خارج مملکت وارد کرده می شد. سال 2020 از روی نقشه قریب 20000 مجموعه سر و لباس نظامی در کارخانه
استحصال کرده شده. مسئولان عزم دارند که سال روان اقتدار استحصالی را باز هم افزایش دهند. لباس استحصال کرده این کارخانه با صفت بخته می شوند. حالا با فراهم شدن امکانات مساعد فعالیت، دوخت لباس برای گروه‌های تعیینات مخصوص مقامات قدرتی کشور نیز براه مانده شده است که دارای صفت بلند است. مورد ذکر است که در شهر بوستان کارخانه دولتی کشاورزی پلاس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌نماید که محصولات عمومی آن 14086 گکتار را در بر می‌گیرد. در زمین‌های کارخانه سبزوات، دانگی، غله، پخته و دیگر نوع محصولات کشاورزی کشت و پرورش و جمع‌آوری شده به جزء اتام‌های قوه‌های مسلح جمهوری دسترس کرده می‌شود. همچنین در کارخانه پرورش چارواهای کلان و میده نیز براه مانده شده است. کارخانه دارای تکنیکای گوناگون کشاورزی بوده، در آن 130 نفر کار می‌کنند. مورد ذکر خاص است که در زمینه دستگیری و غمخوری‌های بواسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جزء اتام‌های قوه‌های مسلح جمهوری پرره با مواد غذایی، سر و لباس نظامی و پایافزار با صفت از حساب کارخانه و کارگاه‌های اگنتی تامینات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان